در شهر استقلال بخشیده به روز بین الخلقی اکستریمیسم خشونت‌انگیز کنفرانسیا در موضوع راه و اصولهای پیشگیری افراطگری خشونت‌آمیز در بین جوانان برگزار گردید. در کنفرانسیا رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استقلال و نمایندگان مقامات حفظی حقوق، ساختارهای مربوطه اینچنین نماینده شورای علمای دین ولایت سوخت، فعالان شهر و جوانان اشتراک نمودند. تاکید گردید که در عالم معاصر خطر تروریسم با گروه‌های افراطگرایی یکی از مسائل‌های مبرم علم‌های سیاسی بوده. عامل‌ها، خصوصیت‌ها، خرابی‌های آن از جانب علم‌های گوناگون جامعه شناسی مورد آموزش و تحقیق علمی قرار گرفته است. این روند نامطلوب جامعه بشری را نگران نموده. آموزش همه‌جانبه این مسئله طلب زمان میباشد. امروز یکی از مسائل‌های مهم و ناگواری که جامعه جهانی و جمهوری ما را نیز به تشویش آورده است تروریسم و اکستریمیسم میباشد. تروریسم و اکستریمیسم از مفهوم‌هایی است که در دنیای امروزه ورد زبان همه شده است و این دو مفهوم با هم پیوست میباشد. در رابطه با این اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بارها از منبرهای سازمان ملل متحد و تشکیلات‌های با نفوذ بین‌المللی علیه این پدیده نامطلوب و یا خود وبای اصل ابراز نظر نموده، از جمله بیان داشتند که تروریست وطن، ملت و دین و مذهب ندارد. صلح ما نادرترین و قیمتترین نعمت بوده. ما را میباید این وحدت ملی و صلح را چون گهواره که چشم حفظ کنیم و همه از یک گریبان سر برآورده برای حمایت منفعت‌های ملی کمر بندیم. در مقاومت با افکار اکستریمیستی تروریستی متشکلانه مبارزه بریم. گفته شد که در جمهوری تاجیکستان در ردیف دیگر کشورهای جهان با این ظهورات نامطلوب مبارزه برده تلاش می‌نمایند تا که از پیامد ناگوار این گونه عملها جلوگیری کرده شود. وابسته به این و بهر تطبیق سیاست دولتی در این سمت از جانب حکومت مملکت یک قطار سندهای معیاری حقوقی و زیرقانونی قبول و مورد عمل قرار داده شدند که با مقصد تامین حفظ امنیت شهروندان و دیگر شخصانی در قلمرو آن قرار داشته از تهدید تروریسم و افراطگرایی تطبیق عهدهداری‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه مبارزه بر ضد این ظهورات نامطلوب روانه گردیدند. در ادامه کنفرانسیا گفته شد که جوانان قشر فعال جامعه به حساب رفته امکانیت دارند که در رشد و شکوفایی جامعه نقش سازنده داشته باشند، اما بعضاً گروه‌های تروریستی و افراطی توسط شبکه‌های اجتماعی جوانان ناآگاه را به طرفداری یا اشتراک در فعالیت‌های خود جلب می‌نمایند. از این رو مسئله پیشگیری شامل شوی جوانان به هر گونه حزب و حرکت‌های تروریستی مهمترین سمت‌های سیاست دولتی و اجتماعی کشور به حساب می‌رود. در تعلیم جوانان و پیشگیری شامل شوی آنها به حزب و حرکت‌های تروریستی اساساً نقش کلی جامعه مهم می‌باشد. اینچنین عائله‌ها باید در تعلیم و روند اخلاقی فرزندان خود سهمگذار باشند تا که جامعه امروزه کشورمان را از تأثیرهای حزب و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی حمایت نماییم.